سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و سری حال هسته. واقعا من بسیار خوشحال و خوشنود هستم که شما نوارهای ما رو پیگیری میکنید، پیرامون کتاب‌های نشنمودی مرکز خرد اندیشه خود رو بیان میکنید و حالا میخواهم پیرامون یک عباره به شما صحبت کنم که میگویند اگر بدانی چی میخواهی واقعا به آن خواهی رسید. یعنی اگر بدانی چی میخواهی حتما موفق خواهی شد. اگر ما با پس منظر این مفهوم اگر توجه اندازیم، واقعا یک دنیا معنی دارد و آن همه تلاش‌های ما، جستجوهای ما بهر آموختن دانش هم برای همین است که ما واقعا بدانیم که چی میخواهیم. زیرا حضرت حافظ میگن به لب جوی نشین و گذری عمر ببین. واقعا این عمر که ما میبینیم چندان طولانی نیست که برسد برای آن همه مفهوم ها که امروز در جهانی به اصطلاح اینترنتی و اطلاعاتی میچرخد. یعنی ما را بسیار ضرور است و ما را میباید که از دردانه ها، از گنجینه های چی ادبیات، چی فلسفه، چی روانشناسی و عموما سایر آن همه فن هایی که زندگی ما را احاطه میکنند بیاموزیم. یعنی گلچینی آن همه بهترین ها را بخوانیم، چون عمر کفایه نمی کند که ما گشته و برگشته، هرچند میگویند که تکرار مادر دانش، البته و هر کتاب هم میگویند که ارزش یک بار خواندن را دارد و من فکر میکنم که این مفهومه که هر کتاب ارزش یک بار خواندن را دارد اگر در اول درست نماید و در جامعه امروزی ما اگر انسان همه این کتاب را اگر یک باری بخواند عمری او البته دست نمیدهد. به همین خاطر یک دانش دیگه هم برای ما لازم است که ما بدانیم که واقعا چه کتاب ها را باید بخوانیم و این هم بسیار مهم است و آن همه استادان، راهبرانی که شاگردان خود را تربیت میکنند و به راهنمایی میکنند و سمت راهنمایی میکنند، این هم به آن خاطر است که با ما بیاموزانند که واقعا ما چی را بخوانیم تا اینکه بدانیم که چی میخواهیم. و در این میان عزیزان خوب میدانید که سر از سال 1920 ناپلیون هیل مؤلف کتاب مشهور بیاندیشید و ثروتمند شوید از استاد خود یعنی اندری کارنگی مصلحت گرفت و سفارش هم حتی گرفت که تجربه افراد موفق را در برابر آن که مصاحبه انجام دهد، همچنین تجربه آنها را در شکل کتاب هم برای نسلی بعدی یعنی تا به نسل ما و نسل آیند به میراث گذارد که اندری کارنگی این کار را بسیار مفید میدانست و برای ناپلیون هیل 5 سال 10 سال نه بلکه 20 سال وقت داد تا این کار را انجام دهد و خوشبختانه ناپلیون هیل سربلندانه از پی این کار شده باشد هم با موفقیت این سربلندانه برآمد و او توانست که 14 اثر در بهترین موضوعهایی که جامعه را افرادی که میخوان موفق باشند را کمک میرسانند و مشهورترین آن طور همین ما میدانیم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید و امثال این دیگر کتاب ها کلید موفقیت، کلید خوشبختی و امثال این کتاب های زیاده دارد و مرکز خرد تصمیم گرفت که یک کتابی بسیار مهمی ناپلیون هیل را که ایامی بازنشستگی او تألیف نمود، این کتابی چگونه میلیونر شدم نام دارد. واقعا ناپلیون هیل بعدی ملاقات با اندری کارنگی و پس از تألیفی بیاندیشید و ثروتمند شوید یکی از شخصیت‌های ثروتمندی جهان به حساب می‌رفت، چون که در برابر ثروت مادی معنوی او ثروت زیادی پولی هم داشت و ویژگی کتاب نوی ناپلیون هیل یعنی کتابی که چگونه میلیونر شدم را من در آن میبینم این است که او ایامی استقلال فکری و نبوغ فکری توانسته که این کتاب را در علاهیدگی نه بلکه در حضوری بسیاری از مخلصانش جمع آمده بودند
فشرده‌ای همون 14 اثر خود را در 10 فصل او توانست که در یک کتاب جمع آوری کنه. و وقتی که او همه پیشنهادهایش را انجام داد، بسیاری ها به خلاصه آمدن که بسیار خوب می شود اگر این کتاب، این گفتارها، این گویش‌ها در شکل کتاب منتشر شوند. و ناپلئون هیل هم این کار را انجام داد و از راوی یعنی گرداننده این محفل خواهش کرد که سوالها و آنچه که جواب می دهد یک بار طریق خطی پیشنهاد کنند و پس از تحریر ناپلئون هیل در شکل کتاب با زبان انگلیسی نخستین بار و به دیگر زبانها و خوشبختانه به زبان تاجیکی هم این کتاب منتشر گردید و این روز دسترسی وسیع خوانندگان قرار دارد. و از بس که تیراژی کلان نشر شده است، این کتابی ما از همین سوپرمارکت‌ها یاور هست و اگر شما عزیزان بخواهید میلتان باشد، این کتاب رو هم مثل کتاب‌های قبلی یعنی شکل اودیویش رو در یوتیوب کانال یا در تلگرام کانال خیرات میگذاریم. و پیش از کتابی ناپلئون هیل اگر شما دیده باشید، ما کتابی جان کی ها قدرت ذهن در عصر 21 را در 14 گفتار این شکل اودیویی پیشکش نمودیم و در تلگرام خیرات شما میتونید آن را راحت برای خود بگیرید و هر وقت که مساعد دانستید میتوانید از آن گوش کنید و چیزی برای خود بگیرید. و من فکر میکنم که این کتابی ناپلئون هیل چگونه میلیونر شدم نه تنها نامش مثلا نامی بلند است و از مضمون و محتوای بلند هم برخوردار است. به همین خاطر طور عباره که من در بالا اشاره کردم، اگر بدونید که چی میخواهید حتما به آن خواهید رسید و یا موفق خواهید شد. به همین سوال ناپلئون هیل بسیار کمک میکنه که ما واقعا چی میخواهیم و برای خاطر آنکه بدانیم که چی میخواهیم چی دانش‌ها و چی معلومات ضرور است در این کتاب فشرده و بسیار با مفهومی عامه فهم ناپلئون هیل پیشکشی ما و شما میگرداند. اگر لایق میدانید که این کتاب رو هم در شکل اودیو پیشکش کنیم، کامنت و لایک ها در پایان نوار گذارید و من همه تلاشمان را خواهیم کرد تا اینکه در کوتاه‌ترین فرصت شکل اودیویی کتاب رو پیشکش شما عزیزان گردانیم. امیدواری آنم که هر کجای باشید موفق باشید، سربلند باشید، اقبالتان بلند باد، با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بخوانید.